خیلی خیلی شما رو خوش آمد میگم به دیدار افغانستان و مالدیو، مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026 هست و تیم ملی کشور ما امروز در مقابل مالدیو سفارایی خواهد کرد و ببینیم که چه نتیجه‌ای رو میتونیم در مقابل مالدیو کسب بکنیم و ببینیم که چه خواهد شد. فرصت برای افغانستان هست و گل نخست به ثمر رسید. اکبر کاظمی دروازه مالدیو رو باز کرد و حساب کار 1-0 شد. نخستین گل افغانستان توسط اکبر کاظمی به ثمر میرسه. باید منتظر یک دیدار پرگل باشیم. مهدی نوروزی با حمیدرضا حسینی، حرکت حسینی از سمت چپ، یک بازیکن در مقابل او هست حمیدرضا حسینی و توپی که راهی کارنر شد. 17 دقیقه و 47 ثانیه دیگه از این بازی باقی مانده. چقدر زیبا و این گونه دروازه مالدیو را باز کردیم. ببینید حمیدرضا حسینی پاس داد، اکبر کاظمی اینجا در 2 مرحله موفق شد دروازه مالدیو را باز بکنه. باز هم فرصت، توپی که برگشت داده میشه. جواد سفری را هم دیدیم بالاخره و خوش تکنیک فوتسال افغانستان. رضا حسین پور هم به بازی آمده. خود رضا حالا پاس زیبا و گل دومو، چه گل زیبایی هم به ثمر رسید. سید حسین موسوی روی همکاری با رضا حسین پور قدر تک تک موقعیت های خود رو بدانیم. اینجا فرصت بر افغانستان و اکبر کاظمی و گل سوم. گل سوم هم به ثمر میرسه برای افغانستان. کاملا خیال ما راحت هست بابت صعود به جام ملت‌های آسیا. اینجا رضا حسین پور ضربه‌ای که راهی دروازه عبدالله ساخت و توپ راهی کارنر شد. فرصت همچنان برای افغانستان و این بار نوبت رسید برای محمد مرادی. گل پنجم افغانستان به ثمر نرسید. یک بار دیگه مهدی نوروزی، فرزاد محمودی و حالا گل پنجم. گل پنجمی که به بهترین شکل ممکن به ثمر رسید. نخستین بازی افغانستان در مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026. فرصت بر افغانستان، اکبر کاظمی، حمیدرضا حسینی و این هم گل ششم. بازی رو آرام میسازه. علی امیری وارد میدان شد به جای حمیدرضا حسینی. حالا فرصت هست. علی امیری و گل هفتم. برای هفتمین بار دروازه مالدیو باز شد و این بار علی امیری موفق به گلزنی شد. باز هم مرادی، علی امیری، خود امیری، حرکت، پاس او نرسید برای سید حسین موسوی و توپ از دست دادیم. اینجا یک موقعیت برای مالدیو و گل نخست مالدیوی ها به ثمر رسید. در نیمه دوم اولین گل در بازی توسط مالدیو زده میشه و دروازه محمد جواد سفری متاسفانه باز شد. باز هم فرصت، عباس حیدری، این ضربه و گل. عباس حیدری آنقدر تلاش کرد تا بالاخره موفق شد دروازه مالدیو را باز بکنه. افغانستان 8 مالدیو 1. افغانستان امروز به یکی از تیم‌های خوب فوتسال جهان تبدیل کرده. رضا حسین پور، این ضربه پرقدرت و گل. گل نهم برای افغانستان به ثمر رسید با یک شلیک تماشایی از رضا حسین پور. رضا حسین پور، محمد مرادی. حالا موقعیت، ببینیم چی میشه. هنوز هم توپ به بیرون نرفته. حمیدرضا حسینی با اکبر کاظمی. فرصت داریم برای زدن گل دهم و بله، بالاخره گل دهم هم به ثمر رسید. محمد مرادی، بالاخره گل دهم رو زدیم. افغانستان 10 مالدیو 1.